هموطنان عزیز و گرامی، همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان گشوده اعلان می شود. محترم استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محترم علیم شیرزمانوف، معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان هم رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، محترم شرافالدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، محترم الهام جان یعقوبوف، رئیس اساتید مهاجران آسیای مرکزی، هموطنان عزیز و گرامی، با عرض سلام و درود خدمت یکایک شما، قدوم همه شما را برای شرکت در این همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان در قدوم همه شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید، نور دیده، تاج سر. خیلی که میدونید چند روز بعد روز استقلال وطن عزیز است. از فرصت استفاده برده به مناسبت این روز استقلال و همچنین به مناسبت سالگرد تأسیس پیمان ملی همه شما را تبریک گفته برای یکایک شما و برای تمام ملت تاجیکستان، ملت تاجیک بردباری خواهانم. در این همایش سالانه پیمان ملی تاجیکستان رهبران 4 نهادی که این ائتلاف اپوزیسیونی را تأسیس دادند و همچنین مهمانان و فعالان پیمان ملی تاجیکستان در این همایش حضور دارند. قابل ذکر است که پیمان ملی تاجیکستان 3 سال پیش در عرفه روز استقلال در همین شهر ورشو تأسیس شد که خود نشان می‌دهد که پیمان ملی تاجیکستان و تمام آن زیایانی که برای استقلال وطن زحمت‌های زیاد کشیدند و اما متاسفانه امروز از آنها یاد نمی شود، از وارثان اصلی این استقلال هستند. نه آنهایی که امروز از منبرهای کلان
در مورد استقلال میگویند و میبولند، ولی در اصل آنها علیه این استقلال و بودند، علیه این روزی استقلال بودند و علیه آن آواز داده بودند. اینها از سرکرده اشان شروع شده تا دیگر همه آنها مخالفی آنها خواهانی برگشتن به شوروی بودند، به زمان شوروی و به حکومت شوروی بودند. این را یادی آن زیایانی که به خاطر روز استقلال، به خاطر استقلال وطن زحمت های زیاد کشیدن، مثل استاد طاهر عبدالجبار، قدردین اصلانوف، استاد اصلدین صاحب نظرов، استاد سید عبدالله نوری، استاد همت زاده و دیگر زیایانی که برای رسیدن به استقلالیت زحمت های زیاد کشیدند، روح آنها شاد باشد و یادشان گرامی باد. چند بعد از استقلالیت کشور، خیلی که میدونیم امالی رحمان به سر قدرت آمد و با تیر و توپ کشورهای همسایه با دوشنبه وارد شد و جنگ شهروندی 5 ساله ادامه پیدا کرد و نهایتا رحمانوف مجبور شد که صلح بکند ولی متاسفانه چند بعد در سال 2015 امالی رحمان با سرکوب کردن طرف دیگر این صلح را پوره شکست. بسیاری ها فکر میکردند که بعد این سرکوبی وحشیانه 2015 مخالفین دیگر نمیتوانند به خود را تنظیم کنند یا اونها دیگر قادر به یعنی بقای خود قادر به تأثیر رساندن در مسائل سیاسی کشور نیستند. ولی خدا را شکر که باز مخالفین بار دیگر ثابت کردند که آنها می توانند و بعد 2015 نه تنها اینکه آنها خود را تنظیم دادند و بلکه الحمدلله باز یک ائتلاف به نام ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان را تأسیس دادند. پیش از اینکه من صحبت را به سخنران ها بتیم، من میخواهم درباره این برنامه یک دو جمله بگویم که بخش اول ما صحبت رهبران و مسئولین پیمان خواهد بود و بعد این یک میز گرد یک تنفس چند دقیقه‌ای می شود و بعد او انشاءالله میز گرد برگزار می شود که در اون می توانیم برادرای و خواهرایی که در اینجا هستند فکر و نظرهایشان بگویند و همچنین آنهایی که از طریق آنلاین شبکه‌های اجتماعی سوال فرستادند و حالا وقت دارند که سوال بفرستند و با سوالهای اونها هم جواب خواهند گفت. بدون مقدمه بیشتر من حالا صحبت را با استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان میدهم. بفرمایید استاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، پیش از همه یک شما را به سالگرد نوبتی استقلالیت ملی تبریک میگم و از خداوند منان برای یک شما تن صحتی و برای کشور عزیزمان آبادی، صلح و پیشرفت را تمنا دارم. همزمان با جشن استقلال امروزها ما و شما 3 سالگی تأسیس پیمان ملی تاجیکستان را هم پیشواز میگیریم و همه اعضایان پیمان، هواداران و همه کسانی که در آرمانها و هدفهای ما شریک هستند، همه شما را هم تبریک میگم به سالگرد تأسیس پیمان. اگرچه خودم اعتقاد دارم که تأسیس پیمان در خارج یک امر ضرورت بود، برای یک کاری ضرور، برای یک کاری لازم، ولی برای کاری که باید در داخل تاجیکستان می بود، فعالیت ما در داخل کشور می بود، در خارج آیا تبریک کردن برای تشکیل یک
ائتلاف یا یک گروه در هجرت آیا می ارزد که یکدیگر رو تبریک کنیم یا نه؟ اما اون چیزی که واقعا قابل ستایش است و باید یکدیگر رو تبریک کنیم این که بعد از 3 سال تلاش ها، مبارزه ها، بعد از این همه پیشگویی ها، این که پیمان ملی تاجیکستان حتی 6 ماه داشت نمی کند، 1 سال داشت نمی کند و پراکنده می شود، اما پیمان نه تنها امروز وجود دارد بلکه سال به سال بهتر و قویتر و پیشرفت می کند و واقعا این باعث آن هست یا می سزد که یکدیگر رو تبریک بگیم و یکایک شما بخصوص رهبران حزب و حرکت هایی که مؤسس پیمان ملی تاجیکستان بودند، از آن جمله برادران از انجمن آزاداندیشان، برادران از حرکت اصلاحات اقتصادی و انجمن مهاجرین آسیای مرکزی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یکایک شما را هم تبریک میگویم و هم تشکر میگویم که در این وضعیت خیلی هم دشوار در هجرت باز هم خستگی ناپذیر و با تمام تلاش و امکاناتی که در اختیار داشتید ما فعالیت پیمان ملی تاجیکستان را به این حد رسانیدید. امروز این جلسه ما از جلسه های 2 سال قبل و 3 سال قبل فرق میکند. ما در جلسه های قبلی از فعالیت ها و از کارهایی که در هجرت انجام میدادیم، از وضع کشور تحلیل میکردیم، اما این جلسه بیشتر بالای یک موضوع تمرکز خواهد کرد، این هم باشد اعلان برنامه نوی پیمان ملی تاجیکستان که به هموطنان به جامعه کشور اعلان خواهد شد و انشالله من این را هم برای شما همچون بشارت بگویم که بلافاصله بعد از همین جلسه در شکل منشور، در شکل خطی این برنامه در رسانه ها، در شبکه ها اعلان خواهد شد و ما حالا تلاش میکنیم در این جلسه پهلوهای گوناگون این برنامه را به شکل مختصر در خدمت شما بگذاریم. اصلا خود برنامه پیمان ملی تاجیکستان نه تنها از پیمان بلکه تمام حزب و حرکت ها قبل از آن که روی صحنه بیایند با یک برنامه مشخص روی صحنه می آیند و برابر اعلان تأسیس این یا آن گروه در پهلوی آن برنامه کاری یا دورنمای این سازمان اعلان کرده می شود. اما پیمان ملی تاجیکستان در اوایل فعالیت خود تنها با یک اعلان، یک دکلراسیون یا مرامنامه اکتفا کرد که در اون مرامنامه تمام آرمان‌ها و هدف‌های پیمان ملی تاجیکستان به شکل مختصر جا داده شده بود و ما بعدا شروع کردیم به رایزنی، مشورت، صحبت‌های داخلی در پیمان ملی تاجیکستان و به خصوص در همکاری با اکسپرت‌ها، کارشناسان ملی برای نوشتن، برای ترتیب دادن یک برنامه شامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی برای کشورمان و الحمدلله با کمک دوستان، کارشناسان وطنی و نه تنها اعضایان پیمان ملی تاجیکستان بلکه بیرون از پیمان ملی تاجیکستان متخصصان ساحه سیاست، حقوق، فرهنگ، دین، اقتصادیات یک برنامه مکمل بیشتر از 30 صحیفه چاپی آماده شد و انشاءالله که در خدمت ملت عزیز و یکایک شما قرار خواهد گرفت. قبل از آن که به محتوای این برنامه وارد شوم و چند نکته اساسی را خدمت شما و هموطنان عزیز بگویم، میخواستم درباره ماهیت این برنامه چند کلمه بگویم. برنامه پیمان ملی تاجیکستان طبیعی است که یک برنامه هست و قابل انتقاد هست، قابل بحث است، قابل تکمیل شدن در آینده هست. اگرچه ما تلاش کردیم که تمام نقطه نظرها را بگیریم، چی از داخل پیمان چی از خارج، و تلاش کردیم که آن یک برنامه کامل برنامه باشد که نه تنها نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان همچون یک تشکیلات سیاسی را در بر بگیرد، بلکه این برنامه باشد که تمام حزب و حرکت ها، حتی حکومت جمهوری تاجیکستان هم میتواند از آن استفاده برد و میتواند آن را عملی کند. یکی از نکته خیلی مهم در این برنامه این است، در مقدمه هم نوشته شده است که این برنامه اگرچه از طرف یک نیروی سیاسی تهیه شده است
برای کشور است، برای ملت است. مناپول تنها پیمان ملی تاجیکستان نیست که اگر پیمان ملی تاجیکستان به سر قدرت آمد تنها ما حق داریم این برنامه را عملی کنیم. یک قسمتی از این برنامه نیاز به وقت دارد و نیاز به آن دارد که اراده سیاسی در دست اون نیرویی که میخواهد این برنامه را عملی کند وجود داشته باشد. بدون اراده سیاسی این برنامه ما قابل تطبیق نیست. اگر اراده سیاسی نباشد این برنامه مثل ده ها و صدها برنامه های دیگر که تا امروز در جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت، از طرف سازمان ها، حزب و حرکت ها نوشته شدن در بالای کاغذ خواهد ماند. اگر اراده سیاسی می بود تا امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون های عمل کننده و ده ها برنامه های بسیار خوب که با مبلغ ده ها میلیون دلار از طرف متخصصان داخلی و خارجی آماده شدن، آنها تطبیق می شدن. اما چون اراده سیاسی نبود برنامه ها در بالای کاغذ می مونند. برنامه پیمان ملی تاجیکستان هم نیاز به اراده سیاسی دارد. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان دارای اراده سیاسی هست، من مطمئنم که این برنامه پیمان ملی تاجیکستان کمک رسانی آنها خواهد بود و از فردا پس از اعلان این برنامه می توانند شروع کنند به تطبیق برنامه پیمان ملی تاجیکستان. شما هم دیاران عزیز مطمئن باشید که پیمان ملی تاجیکستان، حداقل بنده همچون رهبر امروزه پیمان ملی تاجیکستان این وعده را میدهم که اگر حکومت جمهوری تاجیکستان شروع کند به تطبیق برنامه ما، من یکی از کسانی خواهم بود که پشتیبانی از این حکومت خواهم کرد. برای چی؟ برای آنکه در این برنامه تمام آرمان، البته ما دعوای آن را نداریم که فقط ما میتوانیم تمام آرمان و هدفهای ملی را تشخیص بدیم و بالای کاغذ بیاریم، اما ما تلاش کردیم که این برنامه در مبنای آرمانهای ملی و منفیت‌های ملی باشد. دیگر برای ما فرق نمیکند که این را کبیری تطبیق میکند، علیم شیرزمانوف میکند یا اینکه شبنم میکند تطبیق میکند. اگر یکی از خواهران، یکی از بانوان تاجیک در سر قدرت آمد یا پرزیدنت امروزه تاجیکستان امامعلی رحمان تطبیق میکند. برای آنکه ما تا امروز بیشتر شخصگرا بودیم و بیشتر در اطراف شخصیت ها گپ میزدیم. وقتی آن رسیده است که ملت بیاید بیشتر درباره بالای برنامه ها صحبت کند، درباره هدف ها، درباره عمل ها صحبت کند. چرا من این نظر را دارم که این برنامه میتواند از طرف هر کسی دلخواه اگر اراده سیاسی داشته باشد تطبیق شود، برای آنکه تمام پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و حتی مهاجرت، معارف، تندرستی را هم در بر گرفته است و از همه مهمش با نظر داشته نه تنها این آرمان و هدف است بلکه مکانیزمی عملی کردن این برنامه هم در داخل برنامه نشان داده شده است و میتوان گفت که یک شپرگالکا یا یک برنامه کامل هم فکری و هم عملی برای دلخواه نفره که این اراده تطبیق چنین برنامه ها رو داشته باشد. نکته دیگری که خیلی مهم است و میخواستم اینجا تاکید شود این است که برنامه پیمان ملی تاجیکستان یک قسمش نیاز به وقت دارد. برای عملی شدن آن وقت نیاز دارد، 6 ماه تا 1 سال. یعنی هر کسی که سر قدرت بیاید، چی ما باشیم چی کسی دیگر، امکان ندارد که در دوام 1 ماه 3 ماه این برنامه عملی شود. و ما باید خیلی صادق باشیم با ملت، خیلی صمیمانه رفتار کنیم. برنامه هم طور آماده شده است که در اساس امکانیت ها، در اساس واقعیت ها و ما تلاش کردیم که از شعار پرتایی، از وعده های به اساس خودداری کنیم و ملت طول تقریبا 30 سال است که تنها از طرف سیاستمداران وعده میشنود، شعار میشنود، اما در عمل آنها رو نمیبیند در زندگیش. بنابراین ما تلاش کردیم که در این برنامه بیشتر واقع بینانه رفتار کنیم، از شعار و از وعده های خالی پرهیز شود
و هدف‌های رو در آنجا بدهیم که خودمان از عهده‌اش میبریم. شرایط و امکانات کشور به این جوابگو هست و ملت هم آن را درک کند، ملت هم حس کند که واقعا این برنامه عملی شونده است. اما یک قسمی از اگر یک قسمی از برنامه 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال نیاز به وقت دارد، برای مثال باید که قانون‌های عوض شوند، کنستیتوسیون عوض شود، ساخت دولتداری و حاکمیت عوض شود، تغییرات وارد شود که این در 1 روز، در 1 هفته، در 1 ماه امکان ندارد. اما یک قسم دیگری از برنامه امکان دارد که از فردا عملی شویش آغاز شود. حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند از فردا یک بخش از برنامه پیمان ملی تاجیکستان را شروع کند به تطبیق کردن. تا امروز پیمان ملی تاجیکستان را و در مجموع اپوزیسیون را تنقید به آن میکردند که شما فقط تنقید میکنید، شما فقط ایراد میگیرید، اما یگان برنامه مشخص ندارید، راه حل ندارید، مکانیزم اصلاح جامعه را ندارید. و انصافا اگر اعتراف کنیم برخی از این ایرادها و تنقیدها جایی بودن و واقعیتش هم همین بود. زیرا اپوزیسیون تاجیک بعد اون سرکوبگری 5 سال پیش ما نیاز به وقت داشتیم، نیاز به شرایط بهتری کاری داشتیم. اکثر شما در خارج در یک حالت شاک قرار داشتید، مقام حقوقیتون معلوم نبود و امکان نداشت که چنین گروه، چنین اپوزیسیا بلافاصله مسائل های حقوقی و استاتوس و پناهندگی خود را کنار بگذارد و شروع کند به نوشتن یک برنامه دقیق. اما امروز که بعد از 5 سال اپوزیسیون تاجیک در خارج شکل گرفت، به نظام در آمد و امروز هم یک برنامه مکمل آماده شده است و ما با اعتراف آن ایرادها و مشکلاتی که در گذشته داشتیم امروز دیگر می توانیم بگیم که نه تنها همچون اپوزیسیون از کمبودی‌های حاکمیت امروزه گپ میزنیم، آنها را نشان میدهیم، بلکه در دستمان برنامه کامل داریم با نشان دادن راه حل‌ها، مکانیزم‌های تطبیقی آن و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند از فردا شروع کند به تطبیق برنامه پیمان ملی تاجیکستان. در صورتی که این اراده سیاسی نباشد، این خواهش نباشد، دیگر میماند اینکه خود پیمان ملی تاجیکستان یا هر نیرویی که به جای این حکومت به سر قدرت می آید این برنامه را تطبیق کند. باز تکرار میکنم برای تطبیق این برنامه تنها کافی است که اراده سیاسی باشد، خواهش باشد. دیگر تمامی بندهای این برنامه که انشاءالله حالا دوستان ما هم شاید در صحبتاشون باز تکمیل خواهند کرد، در میز گرد هم مفصلتر خواهیم گفت. بنده هم برنامه دارم که باز شاید 10 تا 15 تا برنامه ویدیویی مخصوص برای شرحی بند این برنامه به هموطنان عزیز باز در آینده در خدمت باشم. اما نکته مهم و اساسی، من نمیخوام در اینجا تمام این برنامه 30 صفحه رو به شما معرفی کنم، انشاءالله بعدا خودتون خواهید خوند و از همگان خواهش می شود، چه از کسانی که در این تالار هستند، چه از کسانی که ما را میشنوند، چه هموطنانی که با پیمان ملی تاجیکستان راضی نیستند، این برنامه پیشتر هم گفتم که قابل ایراد هست، قابل تنقید هست، قابل اصلاح و تکمیل شدن هست. این نه یک وحی الهی است، نه یک متن مقدس است، یک برنامه هست که از طرف انسان یا انسانها، از طرف تاجیکستانی ها برای تاجیکستان آماده شده است. در هر مرحله اگر هر هموطن، هر متخصص بیاد بگه که در فلان بند این برنامه مشکلی هست، حالا البته منظور من اشتباه های املایی نیست، در مسائل های اساسی این برنامه اگر مشکلی هست، نقطه نظری هست، تنقیدی هست، بدون استحاله به ما بنویسن، تنقید کنن، بفرستن و متخصصان گروه های کاری بالای این برنامه در آینده کار و ادامه خواهند داد تا اینکه در یک روند تکمیلی این برنامه باید که باز هم کاملتر شود و هر کسی که فکر و اندیشه دارد ما خواهش میکنیم که آنها را بعداً به ما بفرستن. نقطه محوری این برنامه چی است؟ همدیاران گرامی،
ما اگر واقعا میخواهیم که وضع اقتصادی ما بهتر شود که در این برنامه هست، اگر میخواهیم وضع اجتماعی، معارف، تندرستی، وضعیت آزادی های دینی و تمام ساحه‌های تاجیکستان اصلاح شود، نقطه محوری یا برنامه اصلی در آن است که باید ساخت دولتداری و نظام فعلی، حاکمیت فعلی عوض شود. اگر ما این کار را نکنیم، اگر این تغییرات کلیدی صورت نگیرد، دیگر امکان ندارد که ما و شما بیایم در فکر برنامه اقتصادی باشیم، اجتماعی باشیم. خیلی که قبلا گفتم از طرف همین حکومت عمل کننده، حداقل من همچون وکیل پارلمان 3 برنامه دورنامه استراتژی حکومت تاجیکستان را در پارلمان راتیفیکاسیون کردگی هستیم که خیلی برنامه‌های خوب هستند. اگر اون برنامه‌ای که خودی حکومت تهیه کرده است، پارلمان راتیفیکاسیون کرده است، برای تهیه شدن و برای تطبیق این برنامه‌ها از سازمان‌های بین‌المللی صدها میلیون دلار گرانت گرفته شده است. اگر اراده سیاسی میبود و همین ساختار حاکمیت امروزه امکان میداد که این برنامه‌ها عملی شود، ما دیگر نیاز نه به اپوزیسیون داشتیم نه به این برنامه داشتیم، خودی همین برنامه‌ها کافی بود. اما چون اراده سیاسی که نبود، ساختار دولتی، شکل حاکمیت، تقسیم صلاحیت‌ها بین پرزیدنت، پارلمان و مقامات سعودی و سروزیر ناعادلانه هست، نامتوازن هست. این امکان نمی‌دهد که بهترین برنامه هم که باشد در حیات تطبیق شود و نتیجه بدهد. بنابر همین نکته محوری برنامه پیمان ملی تاجیکستان این است که باید در حکومت آینده صلاحیت‌های پرزیدنت که شخص اولی کشور است، امروز تمام قدرت در دست یک نفر جمع شده است. حاکمیت سعودی، حاکمیت قانونگذار، سروزیر در سایه یک حاکمیت یا یک شخص قرار گرفتند و باعثی عقب‌روی کشور در تمام ساحه گشته است. طبق برنامه ما باید در این سمت تغییرات جدی صورت بگیرد. صلاحیت‌های پرزیدنت یک قسمش به سروزیر داده شود، بخصوص در بلاک اقتصادی. سود عالی تاجیکستان، تمام مقامات سودی باید از حاکمیت اجرایی از پرزیدنت مستقل باشد. نه واقعا یک حاکمیت سودی یک شاخه از حاکمیت باشد. شاخه قانونگذار که پارلمان هست، این هم باید در عمل مستقل باشد. تنها در این صورت می توان گفت که ساختار دولتی آماده است برای تطبیق هر برنامه‌ای که از طرف احزاب، از طرف گروه‌ها پیشنهاد می شود. اما اگر این تغییرات کلیدی صورت نگیرد و این اصلاحات عملی نشود، ما هر چقدر برنامه قبول نکنیم و بهترین برنامه هم که باشد، در قربانی این ساخت ناعادلانه و تقسیم نادرست حاکمیت در تاجیکستان خواهد بود. بنابراین همین اولین قدمی که پیمان ملی تاجیکستان یا هر نیروی دیگری که به قدرت می آید باید این باشد که یک حاکمیت ملی در تاجیکستان روی کار بیاید و یک تغییرات، یک اصلاحات ریشه‌ای در ساخت حاکمیت صورت بگیرد تا اینکه واقعا ما بتوانیم به یک زمینه دولت و کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و پیشرفته را آماده کنیم. همکاران گرامی، البته گفتنی خیلی زیاد است، می توان ساعتها در این باره صحبت کرد، بخصوص درباره پهلوهای اقتصادی، پهلوهای معارف، ولی من قصداً از این خودداری میکنم به خاطر آنکه شما بعداً آن را مطالعه خواهید کرد و شاید در رفت صحبت دیگر دوستانم علاوه‌هایی داشته باشند در این موضوعها و در میز گردم باز این را کاملتر خواهیم کرد و مطمئنم که این برنامه ما از طرف شما، از طرف مردم مورد قبول، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و به یکایک شما، بخصوص به ملت عزیزمان، به همه کسانی که ما را در این ساعتها میشنوم، بار دیگر جشن استقلالیت را تبریک میگویم و این چنین سیمین سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان را. تشکر. سلامت باشید استاد محیدین کبیری. من از رهبری پیمان ملی برای این صحبت خوبش تشکر میگویم. حالا صحبت رو میدهیم به
علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همچنین هم رئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیک. فرمایید. سلام علیکم دوستان عزیز. خب عادتا در همین نشست های سالانه هر تشکیلات رسم شده است که یک حسابات برای مردم پیشکش کند و این یک عنعنه است برای چنین تشکیلات ها و بنده میخواهم در چند دقیقه از یک سال فعالیت پیمان بعضی حسابات ها به شما داده باشم. خب بینید حسابات هر یک تشکیلات جمعیتی، تشکیلات سیاسی، این وابسته است توقعات مردم است که مردم چه توقعی دارد از این تشکیلات یا آن تشکیلات و اکثر وقت توقع مردم ما هنوز هم از حزب‌های سیاسی و حرکت‌های سیاسی خیلی توقعی از بودش زیاد دارند. مثال در داخل بودیم، بنده که عضو حزب سوسیال دموکرات هستم، ایراد میگرفتند، تنقید میکردند که شما در 5 سال گم میشوید و وقت انتخابات ها پیدا میشوید و گویا که حزب سیاسی بیاید برای شما راه سازد، منفرش کند، یگان کار دیگر کند که حزب سیاسی اصلا هر تشکل سیاسی پیام خود را با هر واسطه به مردم میرساند تا در بین مردم جانبدار بیشتری پیدا کند و اگر در این دولت انتخابات های شفاف باشند از طریق این انتخابات ها آوازهای بیشتری بگیرد و در تقسیم قدرت شرکت کند. یگان توقع دیگری زیاده باید از تشکیلات سیاسی نداشته باشیم و همین طریق پیمان ملی تاجیکستان هم که در داخل کشور که نیستیم، بیرون از کشور هستیم، حتی اونهایی که در داخل کشور هستند، اون حزب‌های سیاسی مخالفه که اگر در داخل کشور هم باشند چی فعالیتی میکنن، خواه او در فرانسه باشد خواه او در تاجیکستان باشد. همین فعالیتی که همکنون پیمان ملی تاجیکستان کرده ایستاده است، یعنی پیام‌های خود را به ملت، به مردم خود رساندن و از این واسطه مردم خود را، جانبدار خود را از حساب شهروندان خود زیاد کردن و این مردم در کنار ما ایستاد شود تا ما توانیم به آن مرام هایی که این روزانه پیشکش شما کرده ایستادیم این مرام ها را به دست داریم. از همین خاطر خیلی که 3 سال پیش هم گفتیم و 4 سال هم گفتیم ما در 3 سمت میتونیم فعالیت کنیم و هر حزب که تا در داخل کشور هم است همین 3 سمت فعالیت میکند. باز تکرار میکنیم که ما راه نمیسازیم حزب سیاسی پیامش را، دید خود را از پیشبرد جمعیت به مردم میرساند تا که جانبدار زیاد شد. از همین خاطر ما هم در 3 سمت که گفتیم، سمت رسانه‌ای، سمت مناسبت خارجی و سمت حقوق بشری، حمایه حقوق بشری باید فعالیت کنیم و در این سمت خیلی که شما شاهد هستید در سمت رسانه‌ای خیلی پیشرفت داریم در طول همین 3 سال. ببینید در طول همین سال گذشته ما در 2 شبکه ماهواره‌ای توانستیم برایم، متاسفانه اون شبکه‌ای که خیلی معمول در تاجیکستان است و مردم او را خیلی وسیع دسترسی به اون دارد، اون را در طول 1 هفته زدند با یاردم خواجگان خارجیشان. رحمانوف با دور دستش توانست اون رو زند و ما مجبور شدیم که در همان 1 ماهواره‌ای که شاید دسترسیشان به اون مشکل تر باشد، در اون ماهواره هنوزم فعالیت داریم و با استفاده از فرصت من برای از شهروندان تاجیکستان که در قلمرو آسیای مرکزی و نزدیک به آسیای مرکزی هستند بگویم که
شما همتون می توانید با این مورد پیوست شوید و برنامه های ما رو که هر روزه ما برنامه های خیلی زیاده رو پیشکش شما میکنیم که دقت شما را به این جلب کنم که همه همین تقریبا 70% همین برنامه ها از طریق رضاکاری یعنی والنتیری صورت میگیرد. هیچ کس اونجا معاش خور نیست، اما اونایی که مهنت میکنن از بغیر از همون کاری که اونجا میکنن در یگان جای برای پیدا کردن رزق روزی فعالیت دارند و باز آمده در اونجا هم برای ملت برای خلق خدمت میکنن. و درباره همین فعالیت رسانه‌ای زیاد نمیگویم چون که همه تون شاهد هستید و خیلی خوشبختانه است که خیلی تفاوت خیلی زیاد است از آن جامعه تاجیکستان که 7 سال پیش بود از سال 2015 از آن جرأتی که این مردم 7 سال پیش داشت امروز خیلی فرق می شود. البته این فقط یک نشان دهنده پیمان ملی نیست چون که گروه های دیگری برادران تاجیک که نیز در مخالفت قرار دارند اونها هم خیلی دستشون در نکند خیلی مهنت های زیاد میکنند. ما قدر میکنیم از ایشون و ما ایشان رو هم پیمان خود میشماریم گرچنده که در یک پیمان قرار نداریم. در ساحه‌های حقوق بشری و خب روابط خارجی متاسفانه در دوره همگیری کرونا ویروس امان نتیجه که آدما شخصا بیوسته با یک دیگر و میخورن او تاثیر دیگر دارد و آنی که نامنگاری میشود او تماما دیگر تاثیر دارد و چون همین اخری های روبرو کمتر هستند و نامنگاری البته ما کرده استودیم چی در دوره پاندمی در مسئله اعتراف نکردنی این بیماری از طرف رحمان و فدور و دستش ما با سازمان ها مکتوب نوشتیم و ما مطمئنیم که اینم یک تاثیر داشت بر اون که هرچه زودتر اعتراف شود و مبارزه شروع شود. در مورد همون روز و ساعتی که مهاجران ما در هر گوشه دنیا در خب چیزها مونده گیر مونده بودن در خب فرودگاه ها درباره اونها بر سازمان های بین المللی مکتوب نوشتیم و باز پاسخ داشتیم و نتیجه داشتیم از اون و باز فعالیت هایی هستند که اونها را علنی گفتن نمی شود. از خدا امید داریم که اونها را به یک نتیجه می رسونیم و برای یک سال فعالیت برای یک تشکیلاتی که در غریبی است برای یک تشکیلاتی که اعضایش هر روز با مشکلی روبرویند برای تشکیلاتی که جانبدارانش طول 5 سال هنوز چه زمان استاتوسی پناهندگی ندارند و امروز در آلمان دیده استودیم که برادران ما رو تهدید میکند تهدید استرداد به تاجیکستان تهدید میکند و در لهستان هم ما داریم برادرانی رو که زیاده از 5 سال است که وضعیت حقوقیشون نامعلوم است و با نظرداشت همه این ما توانسته ایستادیم که یک پیشروی داشته باشیم و مردم زیاد امید از ما دارد از پیمان ملی تاجیکستان دارد و ما در خب وای چیزها پخش های مستقیم دیده ایستادیم که مردم تا چه اندازه با امید شده است از فعالیت پیمان ملی و دیگر برادرانی که رسما در پیمان ما نیستند لیکن باز تکرار میکنم اونها
با ما در یک سنگر قرار دارند و ما از ایشان تقدیر می‌کنیم. خب در مورد واقعهایی که خیلی رسانه‌ای بودند برای تاجیکستان، این واقعه مرزی قرقیزستان که شما می توانید موقع رسمی پیمان ملی تاجیکستان را در وقت ضروری، در همان روز و ساعت خیلی ضروری برای ملت ما اظهارات پخش کردیم که این موقع رسمی پیمان ملی است. هر یک عضو پیمان ملی باز حق دارد موقع خود را داشته باشد در این یا آن مسئله، که شاید موقع من هم در این مورد دیگر خیلتر باشد، چون هر تشکیلات سیاسی باید مسئولیت شناس باشد، عوامگرا نباشد، چون که ما نیاز به فرصت بیشتری داریم و عوامگرایانه موقع گیری که امروز در وضعیت افغانستان بسیار برادرها گرفته ایستادند و این موج را رحمانوف هم لجام زده شعارهای عوامگرایانه میپرتاید. ما به این حق نداریم، چون که این عمر کوتاه دارد و اون رژیم خودکامه که سر قدرت است هر لحظه را استفاده میبرد که همین قدرتش را طولانی تر کند، 1 سال طولانی تر کند، نیم سال. یعنی اونها در باره این روز فکر میکنند. ما مجبوریم که در باره فردا فکر کنیم. اگر ما امروز همین شعارهای عوامگرایانه این برادران را دستک کنیم، گیریم و دستک کنیم، بعد از همین مسئله گرم که است این قابل خب قبول می شود، کمی محبوبیت رو در بین مردم پیدا میکنی، لیکن بعد نیم سال همین گپ ها به سرت دوچند می آیند که همون وقت یک شعارهای عوامگرایانه قطعی به صحنه برآمدی. و ما در مورد وضعیت افغانستان هم پیمان ملی تاجیکستان اظهارات پخش کرد که یک دولت مسئولیت شناس، وزارت کارهای داخلی یک دولت مسئولیت شناس ملی است که ملتان او در دولت همجوار زیر خطرند. یعنی از هر دو طرف، یعنی چی اونها یک موفق شوند، ما دعاگوییم که موفق شوند ملت های ما، اون آزادی خواهان افغان، لیکن اگر موفق هم نشدند خدای ناکرده، یعنی طور موقع گیری باید دولت ملی کند که در هر دو حالت ملتان اون ضرر نبینند. و پیمان ملی تاجیکستان، اظهارات پیمان ملی تاجیکستان مسئولیت شناسی ترین اظهارات در بین تمام تاجیکستانیان بود و با شما جانبداران اعضای پیمان ملی و جانبداران پیمان ملی توصیه میدیم که 3 بار 4 بار همین اظهارات را خوانید، اون را تحلیل کنید و طبق همون ما باید رفتار کنیم. ما باید به شعارهای عوامگرایانه داده نشویم، چون که ما مسئولیت بیشتری داریم از آن رژیم خودکامه که هر روز و هر ساعت برای او در سر قدرت بودن و دزدیدن غنیمت است. ما چنین فرصت نداریم. برای همین امیدوارم که خب درباره برنامه رئیس اینجا گفتن که اگر رحمانوف هم طبق آن عمل کند، من یک چیز گفتنی که هر کسی بعد سر رحمانوف بیاید، خواه توسط انقلاب باشد، خواه حتی پسرش وارثش بیاید، 50% برنامه ما را عملی میکند، چون که او برای محبوبیت خود همه اون اشتباهایی که پیش از او رحمانوف کرد اونا را تکرار نخواهد کرد. و این زاده این برنامه ما زاده آرمانهای این مردم است که طول همین زیاده از 20 سال می شود که
همین آرمان ها رو داریم. در سال 97 کمی مردم مطمئن شد که راه به این آرمان ها هموار شد و ما دیر یا زود به آن میرسیم. لیکن متاسفانه از سال 2015 نه، اینجا محمود جان گفت، از 2003 تمام ملت، تمام مردم درک کرد که ما از این جاده بیرون رفتیم و این راه به هیچ کجا است. و ما خب برنامه ای که ما تهیه کردیم، باور کنید که اون اظهاراتی که ما پخش کردیم امروز رحمانوف او را همچون شعار، همون پیشنهادهای ما را همچون شعار کار برده ایستاده است. لیکن همچون عمل خواهران ما که در بین مرز تاجیکستان و افغانستان گیر ماندن جرأت ندارند که همانها را در وطن میزبانی کنند و اونها را از خطر نجات دهند. و اون 350 نفر قرقیزتباری که با تمام اموالش به طرف تاجیکستان گذاشتند و این جنایت ضد بشریه که رحمانوف کرد و اونها را به طالبان تسلیم کرد، این جنایت ضد بشری است و او باید برای این جنایتش پاسخ بگوید، چون که قسمت امان برادران قرقیز ما امروز برای ما معلوم نیست. و اون عملی که رحمانوف امروز برای اون مرز را که بست است با افغانستان، برای تاجیکان خود، برای دیگر قومیت هایی که زیر خطر امروز قرار دارند، برای همون افراطی ترین طالب میگم، همه طالبان نه، در بین اونا شاید هم باشن آدمان کمتر معتدلتر، افراطی ترین طالب برای این عمل رحمانوف او را قدردانی میکند و تمام شعارهای من بعده پرتافته او را به او میبخشد. مردم ساده ما شعارهای او را گرفته بعد 6 ماه همه میفهمند که این شعار بود. برای همین من گفته ایستادم که پیمان ملی تاجیکستان حق به چنین شعار پرتویی ندارد، چون که ما چنین فرصتی نداریم که این رژیم دارد. تشکر از